السلام علیکم، رحمتی با ما هستید. ما امروز افسانه بابای ترسنده رو میخونیم. بود نبود یک بابای ترسنده بود. وی همین قدر ترسنده بود که روزانه هم از خانه بیرون نمی برآمد. زنی وی از این خیل شوهر بیزار شد. 2 شب و 2 روز خوراک نداد. روز ترسنده از هلاک حالت رفته بر شد که از خانه برادخته بهانه در آوردنی شد که زنش برابری از در خانه بیرون شدن شوهرش در خانه را از درون محکم کرد. بابای ترسنده از بیرون داد: ترسیدم، داد، تلخکش شدم، داد، مردم، گفته فریاد میزد. زن در درون گفت: اکنون رفته آب یافته بیا. را خورده رو در یک آفتابرویه نشست. از 4 طرف پشه جمع شده او را پخش کرد. باید پشه را داشته کشت و خرسند شده خود گفت که مادامی که اینقدر جاندار را به جان کرد او پهلوان است. عصایش را گرفته برایش ملا کشنده 75 بلا نوشت. بعد دلیرانه از جایش خیست و پیش رفت و در راه به یک خر واخورد. بابای ترسنده بلا آمد، نابود شدم گفته از ترس چیکار کردنش را ندانسته دم خر را داشت. خر ترسیده گریخت، دمش کنده شده در دستی بابای ترسنده ماند.